سلام بچه ها، خوش اومدیم به سومین قسمت از سری سوروایوال مایکرافت سیریز. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. بزن بریم. برنامه امروزمون اینه که میخوام فول دایموند بشم. نمیخوام برم کیو یا چه میدونم هر کار سخت دیگه. میخوام استرینگا رو ترید میکنم، بعد امرالد به دست میارم، بعد شغل میدم به این ویلیجرها، ازشون آرمور دایموندی میگیرم. من رفتم یه چنتینگ تیبل و اینا رو اوکی کردم. آره دیگه این کتاب خونه‌شم از اون ویلیجر آوردم مندینگ میفروخت. بعد مندینگ رو گرفتم ازش، بعد پشتش آنبریکینگ 2 هم میده 17 امرالد که خوبه، یعنی دوتاشو میتونیم رسما 30 خورده امرالد یا آنبریکینگ 3 داشته باشیم. یه سری چیزا الکی گذاشتم این چند کردم، مثلا ببین بو بهم فورچون تیری داد رندوم، بعد دیگه قد گذاشتم دونستم برای کلنگ فورچون 3 بگیرم با افیشنسی آیوی. هم قاری با فورچون آیرون بزنیم تا یه خورده جمع کنیم، یه استک دو استک. خب من دوتا الان ویلیجر دارم، بریم باشون باید ببریمشون، براشون یه جام درست کنم. شغلشون فرنس بلست فرنس با چی درست میشد یادم نمیاد. آها 5 تا آیرون، یه فرنس و 3 تا اسموتستون. خب یه دونه فرنس، 5 تا هم آیرون. اینم از بلست فرنس. خب آقا اینم از شغل، بریم دیگه بسازیمش دیگه. ویلیجرش هم ببریم آپگرید کنیم و فول دایموند باشیم، خیالمون راحت شه. بریم که امرالدانو بزنیم تو کار و ترید و فول دایموند. آها دیپ استرایدر یک، آنبریکینگ یک، فیر اسپکت یک. خوب است. خب به امید خدا ایوا هم که تریدش گفت شد. خب این هم از این آپگرید شه به امید خدا. فول خب این هم از این امید پروتکشن دو عالی هستن. خب لباسامون که تکمیله، حالا مونده وسایل و کلنگ و تبر و بیله اینا. شمشیرم فعلا مهم نیست. خب فقط الان بریم یه آشغاله که دستامه رو بذارم خونه، دستم پر شده. ما این ترید سنگین زدیم فعلا. ای وای زدمش حاجی، اشتباهی پشمان. وای الان شروع میکنه تو بچه ای خدا میدونم. حاجی ناموسن بیرونش نکنی یا عذابم میده، بیا گیرونش کرد. بریم خدا زدن آپگرید کنیم تموم میشه میره. آره خب این از اولی آپگریدش با
امید خدا اینا چی یا بریز توی خونت آقا. داشت حالا چی میدی دستمون آمو الله اکبر. خب برو گام شو بر دیگه. آخی دیگه ترید نمیکنه نه، مثل ای که بدبخت شدیم روش میاد. آیرون ندارم. بیا امرالدام تموم شد. کی میخواد یه آپگرید کنه؟ آقا ارزت عباس. من یه آپگرید کنم تموم ها دیگه فولیم. بعد میمونه این چند تا هم دیگه به مرور زمان ایبایی بگیرم میشون. آرمور که داشته باشیم و خودش خیلی خوبه با وسایل. ای پوفیوز رفتی چرا؟ اما برو دیگه، بیا برو داخل خونه خودت. اما بیا پایین بینم. آفرین. حالا من این همه امرالد رو بردم، قطعا های دایمندی میگیرم. کاکوی خبرانی اینجور. سری باش. خدا وای هنو یه لول دیگه هم رسی آپگرید میشه ها. خب بذار ای بینی حاجی دایمندی میره امرال میره پوفیوز. خب XP میخوام. به این مستر تبر نمیده نه. آخه ای تو ذاتت باشه. خب ازش بخریم این مشت کلنگ والا. خب آقا فعلا که بدک نبوده تریدمون، کلی ترید کردیم ببین زن آدم لذت میبره. خب دیگه ها رو که دایمندی داریم، بیلم که دایمندی داریم، پیککس هم که دایمندی داریم، فقط تبر مونده. آقا نشونه پولاریمون هم میذاریم اینجا. نه اینجا خوب نیست. دقیقا همینجا عالیه. آها حالا درست بلاکی دایمند نداریم ولی بلاکی گلد داریم. 60 گلد داریم. بابا من چرا آتیش میزنی های وسط؟ پیمیر دیگه پوفیوز. خب آقا امیدوارم که از این اپیزودم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین لایک کنین، نظرتونم بهم بگین، سابم یادتون نره. دمتون گرم که تا آخر ویدیو دیدین. تا اپیزود بعد فعلا خداحافظ.